را بیمه کند، باید مطالعه کند، دقت کند، فکر کند. این دو قسم، دو جور آدم، دو جور خواص طرفدار حق در هر جامعه ای، اگر اون قسم خوب خواص طرفدار حق، یعنی اون کسانی که می توانند از این متاع دنیا اون وقتی که لازم باشه دست بردارن، اگر اینا بیشتر باشن، هیچ وقت جامعه اسلامی دچار حالت دوران امام حسین نخواهد شد. مطمئن باش تا ابد. بیمه است. اما اگر اینا کم باشن، اون دسته خواص دیگر زیاد باشن، یعنی اونایی که دل سپردن به دنیا، حق را هم میشناسن، طرفدار حقن، در این حال در مقابل دنیا پاشون میلرزد. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی خانه، یعنی شهوت، یعنی مقام، یعنی اسم و شهرت، یعنی پست و مسئولیت و یعنی جان. اگر کسانی که برای جانشون راه خدا را ترک میکنن، اونجایی که باید حق بگن نمیگن چون جانشون به خطر میفته، یا برای مقامشون، یا برای شغلشون، یا برای پولشون، یا برای محبت به اولادشون، برای محبت به خانوادهشون، برای محبت به نزدیکان دوستانشون، راه خدا رو رها میکنن. اگر عده اینا زیاد بود، اون وقت دیگه واویلاست. اون وقت دیگه حسین ابن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت، به قتلگاه کشیده خواهند شد.